چرا میگن که ما دقیقاً نمیدونیم چه اتفاقی داره توی مدل هوش مصنوعی میفته و ما نمیتونیم اونها رو ریورس انجینیرینگ بکنیم. داستان اینه که این اتفاق به دلیل پدیده سوپرپوزیشن میفته. سوپرپوزیشن اینجوریه که شما از مدل در طی ترنینگش از تعداد نورونی که داره سعی میکنه بیشتر مطلب یاد بگیره. مثلا اگر نورون‌هایی داره برای یادگیری عربی، سعی میکنه از همون نورون‌ها برای یادگیری ریاضی استفاده کنه، از همون نورون‌ها برای یادگیری ایتالیایی استفاده کنه. اینجوری میشه که هر نورون مسئول یادگیری چیزهای چندین چیز میشه و دقیقاً نمیشه اندازه گرفت اثر هر نورون رو در جواب نهایی که مدل داده. برای اینکه بتونیم این اثر هر نورون رو در جواب نهایی اندازه بگیریم و بتونیم ریورس انجینیرینگ بکنیم این مدل ها رو، باید هر نورون مسئول انجام یک کار باشه. خب یعنی یک نورون باید، مثلا نورونی که برای زبان ایتالیایی فعال میشه، برای ریاضی فعال میشه، باید فقط برای همون مورد فعال بشه و نه اینکه هر نورون برای چندین کار استفاده بشه و فعال بشه.